سلام، من دکتر خانم محمدی هستم و در این ویدیو میخوام یه توضیح مختصری در مورد سردردها بهتون ارائه بدم. سردردها به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشن. سردردهای اولیه یعنی سردردهایی که یک علت مشخص پاتولوژیک برای اونها وجود نداره و سردردهای ثانویه همانطور که از اسمشون پیداست یک علت دیگری باعث ایجاد سردرد شده، مثل انواع خونریزی‌های مغزی، تومور، عفونت و یک سری علل دیگه. در این ویدیو در مورد سردردهای اولیه صحبت میکنم و سردردهای ثانویه رو به ویدیوهای پیش رو موکول میکنم. انواع سردردهای اولیه کدوم هستن؟ اولین مورد میگرین هست که بارها قطعا اسمش رو شنیدین. دومین مورد که شایع‌ترین هست سردرد تنشی و یا تنشن تایپ د. مورد سوم کلاستری آغوشی و مورد چهارم سردردهایی که به دنبال یک حالت خاصی ایجاد میشن. میگرن یه نوع سردرد ضربانداری غالبا یک طرفه هست. شدتش از خفیف تا شدید میتونه متغیر باشه، در حدی که فرد را از انجام کارهای روزمره‌اش ناتوان بکنه. به دلایل هورمونی در خانم‌ها شایع‌تره و این افراد غالبا حساسیت شدید به نور و صدا رو ذکر میکنم. گاهن همراه با سردرد تهوع، استفراغ و تاری دید ممکنه داشته باشن. در برخی مواقع حالتهایی مثل چرخ‌های نورانی قبل از شروع سردرد رو ممکنه تجربه بکنن. تنشن تایپ دیکا یک سردردی هستن معمولا دو طرفه و اغلب بیماران میان و ذکر میکنن که یک باند فشارنده دور سرشون پیچیده و فشار میده. شدتشون معمولا خفیف تا متوسط هست و اغلب سردردهایی که به دنبال بیخوابی و خستگی ایجاد میشه معمولا از این نوعه. کلاستر یک سردرد شدید و یک طرفه است که بیشتر پشت چشم، یک چشم همراه با قرمزی و اشک ریزش و آبریزش از بینی در طول روز ممکنه که چندین بار و در تایم‌های مشخصی تکرار بشه و البته در آقایون بیشتر هست. یک سری موارد هستن که سردرد رو بدتر میکنن، از جمله استرس، بیخوابی، گرسنگی، نور شدید، صداهای بلند، کم آبی بدن، مصرف زیاد کافئین و یا ترک ناگهانیش، تغییرات هورمونی و همچنین استفاده از مواد غذایی نیتراتدار از جمله ترشیجات میتونه باعث بدتر شدن میگرن بشه. رد فلگ های سردرد کدوم هستن؟ اصلا رد فلگ یعنی چی؟ یعنی یک سری مواردی که اگر ما در خودمون و عزیزانمون دیدیم حتما باید سریعا به پزشک مراجعه کنیم و برای انتهای تکمیلی توسط پزشک انجام بشه. شروع ناگهانی و خیلی شدید، تغییر الگوی سردرد، یعنی قبلا یک سردردهایی داشته الان ماهیتش، شدتش و محلش عوض شده. سردردی که همراه با تب، سفتی گردن یا تشنج باشه، سردرد بعد از ضربه به سر، سردردی که همراه با اختلال بینایی، تکلم و یا حرکت باشه، سردردی که روز به روز بدتر میشه، شروع سردردهای جدید بعد از 50 سالگی، سردرد در افراد مبتلا به سرطان و سردردهایی که همراه با تهوع و استفراغ هستند. در نظر داشته باشید که تشخیص قطعی هر نوع سردرد و شروع درمان بر عهده پزشک است و نباید خودسرانه اقدام به مصرف دارو بکنیم. ممنون که در انتهای ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشم اگه لایک کنید، کامنت بذارید و اگر از یوتیوب استفاده میکنید سابسکرایب کنید.